دوستا و همراهان سلام. امیدوار هستم که هر کجا هستین جور و صحتمند و آرام باشین. بنا به خبرگزاری BBC فارسی که خبری را به دست نشر سپرده که میگه افزایش حملات در کرانه باختری و همچنان با آتش کشیدن زمین و انبارهای فلسطینی ها توسط شهرک نشینان. 10 شهرک نشین اسرائیلی با مواد آتشزا به انبارهای فلسطینی ها در روستای بادیه نشین حمله ور شدند و این حمله چندین مجروح بر جای گذاشته. موج اخیر خشونت شهرک نشینان در کرانه باختری نشان می‌دهد که منازعه صرفاً نظامی یا امنیتی نیست، بلکه با هدف فشار اقتصادی و تغییر حق حضور برای فلسطینیان در زمین‌هایشان همراه شده است. آتش زدن انبارها، باغ‌ها و خودروها نه فقط اقدام فردی خشونت آمیز، بلکه به مثابه تاکتیکی جهت ایجاد رعب و وحشت، افزایش هزینه برای فلسطینیان و کاهش انگیزه برای ماندن در روستاهاست و همچنان افزایش تعداد این حملات در فصل برداشت زیتون طبق گزارش‌های از دفتر OCHE بیش از 260 حمله را در اکتبر سال 2025 ثبت کرده است. این نشان می‌دهد که زمانبندی این خشونت‌ها عمدی و قصدی بوده است. از منظر فنی مقاومت فلسطینیان در برابر این حملات دشوار شده، چون علاوه بر تهدید فیزیکی، دسترسی به زمین‌ها، محافظت از محصولات و بیمه جبران خسارت برایشان مشکلتر شده است. این حملات همچنین اعتبار سیستم امنیتی اسرائیل را هم زیر سوال برده است، چرا که حتی وقت ارتش اسرائیل وارد عمل می شود یا پلیس وارد صحنه می شود، اغلب از توقف کامل این گونه خشونت ها عاجز می مانند و بعداً متهم می شوند به کوتاهی. از زاویه راهبردی دیگر، شهرک نشینان با این اقدامات ممکن است در پی ایجاد حقایقی باشند، یعنی با تخریب اموال فلسطینی به تدریج فضای زندگی آنها را تخریب می کند و امکان سرمایه گذاری یا ماندگاری را کاهش می دهد. از نگاه حقوقی این اقدامات می تواند مصداق تخریب اموال ملکی و نقض حقوق بشری باشد و می تواند فشار بر اسرائیل را برای پاسخدهی به جامعه بین الملل افزایش دهد. اما مسئله این نیست که تاثیر این حملات بر بلند مدت ممکن است اقدام معکوس داشته باشد. افزایش خشونت و بی‌ثباتی می تواند باعث حساسیت و واکنش شدیدتر فلسطینیان شود و وضعیت امنیتی برای شهرک نشینان و اسرائیل نیز پیچیده‌تر شود. همچنین از نظر روانشناختی چنین حملاتی خبر از حذف تدریجی احساس امنیت در میان فلسطینیان می‌دهد. وقتی شبانه انبارها یا زمین‌ها آتش می‌گیرد، تصور بر این است که زندگی عادی در این مناطق ممکن نیست. در مجموع این افزایش خشونت علیه اموال فلسطینیان و جان فلسطینیان فراتر از درگیری‌های سنتی و مثابه بخشی از استراتژی تغییر وضعیت موجود در کرانه باختری است. اگر اسرائیل یا جامعه بین المللی برای توقف آن اقدام نکند، پیامدهای سیاسی، اقتصادی و انسانی گسترده برای آن منطقه خواهد داشت.
و اینک بپردازیم به مطلب کوتاه دیگری که مدیر کل آژانس انرژی اتمی رافائل گروسی خواستار اطلاع از وضعیت اورانیوم با غنای بالا از ایران شده. آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش 3 ماهه از وضعیت برنامه اتمی ایران از تهران خواسته است که اجازه دهد تا این اورانیوم حساس و بسیار غنی شده مورد بررسی بازرسان قرار بگیرد. درخواست مدیر کل آژانس رافائل گروسی برای شفافسازی درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا در ایران نشان می‌دهد افزایش نگرانی‌ها درباره سطح واقعی غنیسازی فراتر از چارچوب برجام است. طبق گزارش‌های آژانس ایران هم‌اکنون اورانیوم‌های با غنای تا 60% در اختیار دارد که از لحاظ تکنیکی در آستانه سوخت سلاح اسلحه‌ای محسوب می شود، زیرا تنها چند مرحله تکنیکی و فنی تا 90% فاصله دارد. گروسی با این درخواست در واقع تلاش دارد که مسیر دیپلماتیک را باز نگه دارد، چون هر گونه ابهام در میزان یا محل ذخیره این اورانیوم ها می تواند به قطعنامه جدید شورای حکام علیه ایران منجر شود. از نظر تکنیکی و فنی اگر ذخایر 60% ایران به مقدار کافی افزایش یافته باشند، در صورت تصمیم سیاسی می تواند ظرف چند هفته به غنای نظامی تبدیل شوند، چیزی که غرب را نگران کرده است. اما ایران میگوید فعالیت‌هایش صرفاً صلح‌آمیز است و تولید اورانیوم با غنای بالا را برای راکتورهای تحقیقاتی و مصارف پزشکی توجیه می‌کند. اما آژانس خواستار تضمین دقیق تکنیکی و فنی و نظارتی بیشتر است. این درخواست آژانس همچنین می تواند مقدمه برای مذاکرات جدید یا فشارهای بین المللی تازه باشد، به ویژه در آستانه انتخابات امریکا که پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر به موضوع سیاست خارجی واشنگتن تبدیل شده است. از منظر حقوق بین الملل ایران هنوز عضو NPT است و ملزم به ارائه گزارش دقیق درباره سطح غنیسازی و میزان ذخایر به آژانس است، حتی اگر برجام را عملاً کنار گذاشته باشد. ولی تحلیلگران بر این باورند که در صورت محدود شدن همکاری ایران با بازرسان احتمال کاهش اعتماد آژانس و در نتیجه افزایش تنش دیپلماتیک میان تهران و آژانس بالا می رود. از زاویه دیگر امنیتی آژانس نگران است که بخشی از اورانیوم غنی شده در سایت‌های قرار گرفته باشد که هنوز به طور کامل تحت نظارت دوربین‌ها و مهر و موم‌های آژانس نیستند و در مجموع درخواست گروسی نه صرفاً یک هشدار فنی بلکه یک سیگنال سیاسی است. او می‌خواهد جامعه جهانی را از احتمال گذار ایران از مرحله توان تکنیکی و فنی به تصمیم سیاسی آگاه کند، مرحله‌ای که اگر رخ دهد تنش منطقه‌ای را چند برابر خواهد کرد. بله دوستا، این بود برنامه امروز ما. امیدوار هستم که مورد پسند شما خوبان قرار گرفته باشد. تا درود دیگر، بدرود.